ایران عمق استراتژیک اسرائیل. مقامات رژیم ایران دخالت در کشورهای همسایه و کمک به گروه‌های تروریستی همچون پژاک را در صدر سیاست خارجی خود قرار دادند. این رژیم در سالهای اخیر نیز با سوء استفاده از وضع پیش آمده در عراق و سوریه با حضور نظامی خود باعث ویرانی، کشته و آواره شدن هرچه بیشتر مردم این کشورها شده است. البته رژیم ایران همواره سوریه و عراق را عمق استراتژی خود معرفی کرده است. این در حالی است که در سالهای اخیر بمباران مواضع سپاه پاسداران ایران در سوریه توسط اسرائیل به امری عادی تبدیل شده است. البته اگر کشته شدن متخصصان هسته‌ای و انفجارهای صورت گرفته در تأسیسات هسته‌ای از جمله انفجار اخیر در تأسیسات نطنز را در نظر بگیریم، میتوان گفت که اینک خود ایران که به دنبال عمق استراتژیک در سوریه و عراق بود، خود به عمق استراتژیک اسرائیل تبدیل شده است. واکنش رژیم به اتفاقات و تلفات چند سال اخیر خود تنها به وعده انتقام سخت در زمان و مکان نامعلوم محدود شده است. وعده هایی که به همگان ثابت کرد که این پهلوان پنبه صرفاً در برابر اعتراض بازنشستگان، کارگرانی که ماها دستمزد دریافت نکرده‌اند، فعالین مدنی و دانشجویان بی‌دفاع میتواند عرض اندام کند.